shab ko'p azob ko'rdim, gohida yiqildim, gohida turdim. Sevgidanam, do'stanam bir barakay kuydim. Dedingiz jon bolam, saqlama dilda g'am. Mehrni narxi yo'q, do'stlarning soni. Minnatli bo'larkan o'zganing noni. Lekin ota-onangga kelmaskan maloli. O'zlab qolma yo'qotgach hidlab ro'moli. Mehribonim onam, beazorim onam, beg'uborim onam, onajonim onam. Mehribonim onam, beazorim onam, beg'uborim onam, onajonim onam. Ulfat qilib, boshimga kulfat qilib, davlat ketganda oldim kimga kimligim bilib. Kecha soyamga salom berib yurgan kimsalar, andishasiz yurganda ortimdan g'iybat qilib. Nomarddan ulfat qilib, boshimga kulfat qilib, davlat ketganda oldim kimga kimligim bilib. Kecha soyamga salom berib yurgan kimsalar, andishasiz yurganda ortimdan g'iybat qilib. Boshim toshga tekkanda chekkanimda nadomat, Tangridan ertayu kech so'ragan menga omad. Duolaringiz sabab omad quchog'ini ochib, davru davronim keldi, yo'qchiliklari qochib, aslida siz. Assalomu alaykum. Salom. با لفظ یوریتی گویم سلام میگویم به هر یک شما مخلصان عزیز. ما را از تمام دنیا میبینند. خرسند هستیم که آنها ما را میبینند و هرشان سلام میرسانیم. البته امروز ما در دهه آهالیک که شما همراه آنها هستید، البته ترجمه کنید. ما در دهه آهالیک در شهر سمرقند برای تبریک کردن مادر عزیز خاندان که مادر مهربان هستند. تمام هستی خود را برای فرزندان فدا کردند. مادر جان عزیز را، رهبر خاله را در جشن 63 سالگی میلادی عمرشان تبریک میگویم. از نام فرزندانشان، از نام عزیزایتی که در مسافرت هستند، از نام انتظارایتی مامورکه، منصورکه، کیلین ها، نبیره های شیرین و البته با ما باشد. رفته السلام علیکم مادران عزیز، مادران مهربان، مهمانان این خانواده زیبا، مهمانان خانواده مادری که یک زنی که در دهه آهالیک نام خود را دارند. همیشه در روزهای خرسندی مردم، در روزهای شادی مردم در خدمت هستند. و روز زادروزی رهبر خاله زادروز مبارک، روز تولد را، امروزه میلاد عمر را سال نزدیکتر است به این طرف مبارکباد میگویم. رهبر خاله، شما از نام 4 فرزند عزیزتان، پیش از همه از نام عزیزایتی که 2 سال باز در مسافرت هستند، هزاران تاکید کردند، گفتند من که حالا قریب بود مکتب خوان بودم، 6 ساله بودم، این تقدیر و حیات بوده است. شادروان پدر عزیز ما را ترک گفتند. با صد علم مادر مهربان باشد، برای ما وظیفه پدری را، وظیفه مادری را به عهده خود گرفته، از همان خورده برای ما همه شرایط‌های را مهیا کردند. تمام هستی خودشان را برای ما فدا کردند، جوانیشان را فدا کردند. ما 4 فرزند را از همه پیش به وای رساندند. خدا کند که هیچ وقت درد و غم را نبینند. من حاضر به جای من گذارید استرما به جای من هم مادر شده، برای فرزندانم مهر و محبت خودشان را دریغ نداشته ایستاده‌ایم. برای مادر عزیزم، ارزنده ترین زن دنیا که برای ما همه تمام هستی خود را فدا کردند، رسانید که رنج دنیا برکشیدم ارزشی مادر نشد. رنج دنیا برکشیدم ارزشی مادر نشد. سیم و زر را برکشیدم قیمتی مادر نشد. آنچه خوردم هر لذیذه در تمام عمر خود
لذت شیری سفیدش قیمتی طلا نشد. صد هزاران صوت و ساز جمع کردم آنقدر، هیچ نوای فارم چون علیه مادر نشد. امروز برای مادرم هزاران رحمت گوید که منم مانند چه خیلی با مشقت ها با عذاب ها کلان کرده باشند هم برای فرزندان من مهر مادری را، مهر آنگی را نشان داده ایستادند. خدا کند که حاجیانه شوند، در سر من صحت سلامت گردند، نظم ببینم شنم. من 2 سال باز در مسافرت میگردم، چنان یاد کردم با گفتن تصور کردن امکانش نیست. امروز رفته با جشن 63 سالگی پیغمبر سالیشان بهشت خاندانی مرا تبریک گوید. البته برای ینگپاشای خاندانمان رسانید که برای فرزندان من مهر و محبت را رسانده ایستادند. برای البته تمام اهل عائله‌مان رحمت گوید که مادر جانم تبریک گویی آمدند. مادرم همیشه صحت سلامت گردند. تو مانندی گلی فصل بهارم مادر، ای مادر. به دیدارت بس من انتظارم مادر، ای مادر. به صد خواری منم دور از تو تنها زندگی کردم، تو هستی در نهادم افتخارم مادر، ای مادر. سر و پا مهر باشد آغوش گرمت چو خورشید است، تو هستی بخت نایابم بهارم مادر، ای مادر. مادر عزیز امروز زادروز مبارک، روز تولد را مبارک باد میگویم برای شما. در روی همین تمام روی دنیا گلدسته زیبا را انتخاب کردیم، برایتان خواستیم تقدیم سازیم. مهمانان اگر قرصک زنیم اگر گلدسته را میسپاریم. مرحبا. مبارک باشد. رهبر خدا خواهد من شما همیشه در روز خورسندی مردم در خدمت هستید. ها مادام همیشه در روز نیکی مردم در خدمت هستند، در سری دیک و طبق طعام‌های با لذت را میپزند. خدا کند که نمی کاشانه زیبا به حج آشی شود. من نیت میکنم در هر یک روز خورسندی حج آشی شود، حاجیانه شوید. امروز باشد برای شما همون کتاب قیمت بهاترین را همچون تحفه هدیه آوردیم. البته حاضر پیشکش میکنیم توجیه سر کنید کتاب را. خدا کند اگر همین سال در همین کاشانه زیبا حجاشی کلام کنید و همون ساعت 3 سر با ما شما پیشوازگیری آمدن نصیب کند میگیم. مرحمت کتاب قرآن را پیشکش میکنیم و تا قرصک میزنیم. مبارک باشد. امروز روز خورسندی را مبارک باد میگویم. حاضر یک جای همراهی فرزندان، همراهی کلین پاشاها شیرینی هم میبریم، از آن تناول میکنیم، بعد از آن سخنهای تبریکاتی را میشنویم. مرحمت شیرینی را نزدیکتر میبیاریم. مرحمت. Телеграммы летят в окно, порой не всегда
مبارک باشد. رهبران امروز روز خورسندی را مبارک باد میگویم. حاضر مهمانان، چقدر که در بالا قید کردیم چقدر سیم و زر را، چقدر گنجینه بی‌بهای دنیا را بر پیش قدم مادر گذاریم کم است، چرا که پیغمبر خدا فرمودند بهشت آن جنت با اینقدر زیباییش در زیر قدمان مادر میخوابد. امروز یک تحفه دارند برای مادر، برای آن یک شب رنجی که مادر کشیدن. این تحفه ها هر آن تحفه ها کم است. البته از نام فرزندان، از نام عزیزایتی انتظارایتی ما مرکه منصورکه کلین پاشاها نبیره های شیرین مرحمت خداتان گذرانید. مهمانان قرصک میزنیم. صادروز مبارک باشد. تبریک کردنتان ممکن است در روز خورسندی در جشن زادروز. مرحمت. سلام مادر، سلام مادر، برایت احترام مادر، همه سختی ها بگذشت بعدش روغم برا مادر، توی تنها امیدی من، توی راهی سفیدی من، رسید وقتی دعا گویی دعایم کن. البته برای مادری عزیز پورتریت کلانترین پیشکش میکنیم. از نام نبیره ها من برای آنها جان نشان میبرم. کشید کلی پیش آنها جان بر. زادروز مبارک، روز تولد رو مبارک باد میگوییم. مبارک باشد. زادروز مبارک، روزی خورسندی رو مبارک باد میگوییم. رهبر خدا میگویند دو دیده غمگسار دارد خواهر، بوی وطن و دیار دارد خواهر. دو خواهران در یک جا از حال همدیگر خبر گیرک. من پیشکی خاندان البته مادر جان عزیز سخت خوش رو کده خواهر تبریک گوییم. امروز روز خورسندی که شاد باش گوییم. به هزاران جاتون باش شیشتا گمزدن گرید. مرحمت بلند گویا که دراز کنه. السلام علیکم میوانان و میزبانان محترم. شما نام بچه خوش آمدیتون در این درگاه. از نام خودم، از نام من اهل عیلم، از نام من همیشه شتگی همه خواهرم را برای که غم و غربتش که یک جایی بدیم ما فرزنده یک جایی کلو کردیم. در همه روزهای خورسندی تبریک و مبارک باد نمونده. حالی که در خدمت خلق هست، در روز بداشانم، در روز نیکاشانم الهیم صد بدروی حضور بچه کاشا بیند الهیم هیچ درد و غم نبیند الهیم یافتگی کاش فقط روزکای نیک، روزکای مراد بچه کاش با صد کنه الهیم. هماتون خوش آمدید. مادرم جان دلم، به تو جهان را چاکنم، همه میخرم با توی و من دیگران را چاکنم. سرکم در میکند بارشت پرم مادرم، مادرم جان دلم، به تو جهان را چاکنم. همه میخرم با توی و من دیگران را چاکنم. الهیم صد بدرا حضور بچه کدم بین از اوکای کشتگیت کتی فقط یافتگی کدون عزیزم سان سلامت بیا. یافتگی هر خانه داد فقط روزکای نیک، روزکای مراد بسرد کنن، یورتکامون تیز شود، اسمانکام بصفا شود. هر خانه داد
فقط توی خودم مراد خونه شوه. شما هم بچم خوش آمدید. آمدگیاتون به رحمت. سر به دنیا حقیقاتو. زار رحمت از نام فرزندان، از نام خواهرشان انتظارایتی هم از نام خود هم از نام عزیزایتی تبریک میگویند. رهبر خاله در وقت جوانی هر آن چیزی که میآمد است گذر داشته است. اینا ببینید که امروز با یک مشقت ها فرزندها رو با وی رساندید. از دانکش هم مغز شیرین نبیره ها گوهرکان چشم در اطرافتان پروانه هستند. خدا کند که حضور و حلاوت یعنی همینه دیده در توی عروسی هاشان نیز در تکی چمیلی هزار علیکا گفتن نصیب کند. کنی یک تکت نبیره ها تبریک میکنند می شیر از یاد کدگاهشان هست می کنی بهتون کنی مرحمت. جانم اخروانم ایازم کرد سزنه بتامد با سلقان تسخنگه داشتیم جان آنا جان biz nesi versiz biz kitap ne okuyoruz. بیا بچه ها. بیا بای. ندیمه بیا. Dunyoga ko'ngil boylab, kutilmagan yil oylab, yuragiga quvonch oylab, onani duosini olgan. Ona bor hayotda yashash boshqacha, onaning ta'rifi yu mehri boshqacha. Kirsa hamki hatto 90-100 yoshgacha ona bor hayotda yashash boshqacha. Yashaydi bizlarni tunu kun oylab, Xudodan so'raydi baxtimiz tilab. Baxtimiz tilab, ona bor hayotda yashash boshqacha. Mehribon xushzamon ona faqat bola deydi, o'tirsa ham tursa ham, ona faqat bola deydi, yurak hasta ursa ham. Rahmat. Ganjina bia. Assalomu alaykum mehmonon va mizmononi giromi. Lutf farmoyed ki man az nomi khudam va az nomi hammae hamija nabirahayashon va mehmonlar rabaxolar ro tabrik menamoyam ki 120 sola shavam. Tabrik mekunum bozak bori digar rabaxolar. Rahmat تشکر میگیم. ندیمه کنی ندیمه. کاشکی دانم دوای چشمم تو شدی در تو دوای چشمم
دختر گزنه من تاجیکچه نمیدونم سینه منو لیکن کم کم من تاجیکچه نمیدونم گفر منو لیکن کم کم مان علاکه بیننده های عزیز، امروز جشن زادروزی مادر عزیز، مادر مهربان، مادری که تمامی هستی خود را برای فرزندان فدا کردن و هم دیدیم به آخر رساندن پیشکش کردیم. خدا خواهد، خدا کند در 120 سالگیشان آمده چنین تبریک کردن نصیب کند. مخلصان طلب کردند که برای آن نفرانی که در مسافرت هستند گوید لیت راوت سلامت باشید و البته خود را احتیاط کنید. علال خصوص به مخلصانی که از اسرائیل ما را تماشا میکنند سلام میرسانیم. این خیلی مادرها هستند دعا میکنند شما این مسافران در مسافر میگردید. خدا کند که خدا نگهبان شمایان باشند. مادران دعاگوی سری فرزندانی عزیز باشند. زادروز مبارک، صحتمند سربلند باشید. رحمت.